I had one. صبح روز سه‌شنبه تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا در حالی که مصروف بازدید از یک مکتب ابتدایی در ایالت فلوریدا بود، خبری به گوشش رسید. خبر را رئیس دفترش در گوشش رساند که به برج‌های تجارت جهانی حمله شده است. اندکی بعد در ساعت 9:30 صبح، بوش طی سخنرانی مختصر در همان مکتب اعلام کرد که ایالات متحده مورد حمله قرار گرفته است. او حملات را فاجعه ملی خواند و وعده داد از تمام منابع فدرال برای کمک به قربانیان و یافتن عاملان استفاده کند. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. واقعه 11 سپتامبر 2001 مجموعه‌ای از 4 هواپیما رابایی هماهنگ بود که صبح سه‌شنبه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا رخ داد. 19 عضو القاعده طبق تحقیقات رسمی آمریکا کنترل 4 پرواز مسافربری که از مسیرهای مختلف به سوی لس آنجلس و سان فرانسیسکو در پرواز بودند را به دست گرفتند و از هواپیماها به عنوان سلاح برای برخورد به اهداف مهم استفاده کردند. در نتیجه 2 هواپیمای اول به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و سومی به پنتاگون مقر وزارت دفاع ایالات متحده در آرلینگتون ویرجینیا برخورد کردند. I had one. هواپیمای چهارم در نتیجه درگیری خلبان با هواپیما رابایان در پنسیلوانیا سقوط کرد، جایی که اکنون یادبود ملی پرواز 93 نام دارد. گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که مسافران از حوادث رخ داده در مرکز تجارت جهانی و پنتاگون مطلع شده بودند و در مقابل هواپیما رابایان مقاومت می‌کردند. کمیسیون 11 سپتامبر معتقد بود که هدف پرواز 93 ساختمان کانگره ایالات متحده یا کاخ سفید در واشنگتن بوده است. همان شب، آژانس اطلاعات مرکزی به رئیس جمهور جورج دبلیو بوش اطلاع داد که مرکز ضد تروریسم آن حملات را کار القاعده به رهبری اسامه بن لادن شناسایی کرده است. هرچند بن لادن تا سال 2004 هر گونه دست داشتن در این حملات را انکار می‌کرد، اما در آن سال بخش‌هایی از یک نوار ضبط شده منتشر شد که در آن مسئولیت حملات را به عهده می‌گرفت. در اواخر دهه 1990 بن لادن علیه ایالات متحده آمریکا با استناد به آیات قتال در قرآن جهاد نظامی اعلام کرد و طی 2 فتوایی که در سالهای 1996 و 1998 صادر کرد، به شدت از کمک‌های مالی دولت آمریکا به خانواده سلطنتی عربستان سعودی و همچنین مداخله نظامی آمریکا در جهان عرب انتقاد کرد. 4 پرواز و هدفها. رابط و سرگروه این حملات محمد عطا اهل مصر بود.
او و العمری هواپیمارابای دیگر در حالی که بلیط به همراه داشتند، صبح ساعت 6 از اتاقی که در بوستون اجاره کرده بودند به سمت فرودگاه بین‌المللی لوگان رفتند. محمد عطا پرواز شماره 11 شرکت هوایی امریکن ایرلاینز بوئینگ 767 را که در ساعت 7:59 از فرودگاه بین‌المللی بوستون به مقصد لس آنجلس در حال پرواز بود، همراه 4 نفر از همکارانش تحت کنترل درآورد. ربوده شدن هواپیما در ساعت 8:14 از سوی اداره هوانوردی اعلام شد و در ساعت 8:46 صبح به وقت محلی با برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. بعد از 102 دقیقه برج 110 منزله شمالی فرو پاشید. 17 دقیقه بعد در ساعت 9:03 صبح پرواز شماره 175 بوئینگ 767 شرکت یونایتد ایرلاینز به برج جنوبی اصابت کرد. این پرواز که در ساعت 8:14 از میدان هوایی بوستون به مقصد لس آنجلس در حرکت بود، توسط مروان شهی و 4 نفر تروریست دیگر از کنترل خارج شد. آنها به کابین خلبان دسترسی پیدا کردند و خلبان و کمک خلبان را از کنترل خارج کردند. به این ترتیب برج جنوبی پس از 56 دقیقه آتش سوزی از هم فرو پاشید. پرواز سوم پرواز شماره 77 شرکت امریکن ایرلاینز بوئینگ 757 بود که در ساعت 8:20 از فرودگاه واشنگتن به مقصد لس آنجلس در حرکت بود. در ساعت 8:50 از طریق اداره هوانوردی اعلام ربوده شدن کرد و در ساعت 9:37:46 صبح به وقت محلی به ساختمان پنتاگون یعنی مقر وزارت دفاع اصابت کرد و باعث ریزش بخشی از آن شد. چهارمین و آخرین پرواز شماره 93 شرکت یونایتد ایرلاینز بوئینگ 757 بود. این پرواز در ساعت 8:42 از فرودگاه نیویورک به مقصد سان فرانسیسکو حرکت کرد. اعلام ربوده شدن آن در ساعت 9:28 گزارش شد و سقوط آن در پیتسبورگ، ایالت پنسیلوانیا در اثر شورش مسافرین در ساعت 10:03:11 صبح به وقت محلی اتفاق افتاد. هواپیمارابایان که کسانی بودند. هواپیمارابایان در مجموع 19 نفر بودند که شامل 5 نفر در پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز، 5 نفر در پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز، 5 نفر در پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز و 4 نفر در پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز می شدند. محمد الامیر عوض سید عطا، معروف به محمد عطا، یکی از 5 رباینده پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز بود که پس از ربودن هواپیما به عنوان خلبان کنترل هواپیما را به دست گرفته و آن را به برج شمالی کوبید. تنها تبعه مصری حاضر در حملات محمد عطا بود. ملیت هواپیماربایان را 15 تبعه عربستان سعودی، 2 تبعه امارات متحده عربی، 1 تبعه مصر و 1 تبعه لبنان تشکیل می‌داد. تیم عملیاتی حادثه 11 سپتامبر تماماً عرب و عضو سازمان القاعده بودند. اهداف تروریست‌ها در این عملیات حمله انتحاری به 2 برج تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون بود که به وسیله 3 هواپیمای مسافربری انجام شد. این حملات نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت، طوری که 2977 نفر را به کام مرگ کشند و هزاران نفر دیگر را زخمی کرد. باعث مرگ 2996 نفر از جمله 2977 قربانی و 19 نفر هواپیماربا شد. حمله به برج تجارت جهانی به تنهایی 11 سپتامبر را به مرگبارترین اقدام تروریستی در تاریخ بشر تبدیل کرد. همچنین پیامدهای بهداشتی طولانی مدت و جدی به دنبال داشت و دست کم 10 میلیارد دلار خسارت به زیرساختها و اموال وارد کرد. تخریب مرکز تجارت جهانی و مناطق اطراف آن که در منطقه اقتصادی منهتن قرار داشت، ضربه جدی به اقتصاد آمریکا وارد کرد و باعث شوک‌های بزرگ در بازارهای جهانی شد. در واکنش به این حملات، ایالات متحده برای چندین دهه جنگ جهانی علیه تروریسم را آغاز کرد، طوری که جورج بوش در مهمترین سخنرانی خود در شامگاه 20 سپتامبر، درست 9 روز پس از حملات تروریستی، در جلسه مشترک کنگره آمریکا رسما جنگ علیه تروریسم را اعلام کرد.
او حملات را نبرد بین خیر و شر خواند و خواستار همکاری بین المللی شد که به دنبال آن حمله به افغانستان در اکتبر 2001 آغاز شد. بوش در این سخنرانی به طور مستقیم رژیم طالبان در افغانستان را مورد خطاب قرار داد و مجموعه‌ای از درخواست‌های بدون قید و شرط را مطرح کرد که از آن جمله تحویل تمام رهبران القاعده که در خاک افغانستان پنهان شده بودند و بستن فوری و دائمی تمام اردوگاه‌های آموزشی تروریست‌ها بود. The leadership of Al-Qaeda has great influence in Afghanistan and supports the Taliban regime in controlling most of that country. In Afghanistan, we see Al-Qaeda's vision for the world. Afghanistan's people have been brutalized. It's not only repressing its own people, it is threatening people everywhere by sponsoring and sheltering and supplying terrorists. By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing murder. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan.